الله جهود وخلقه الله ننه ننه الله جهود بابا تو بابا الله الله بابا جو کرسی نکشتی منو زد بیا بری کارا بکدی نه بابا گردن من باشه بابا مرغ با پیچانیه با تا شهر نیه گردی نمان خیلی من گاراش پرتر کدم بیامدم یه چی کار نکردی؟ اصلاف کردم چنده؟ تعریفی بیلم اونجا پکوره خیلی پایین پکوره خیلی نیست منانه ایلی ترلوال یک بوده مکبر شد نو تا دیگه خیلیه جون شاخ میکشه بابا کرسی چه کار کنید رشته کنم بتونی لا برکم پول بگیری از زغال بخوره چه کار کنم خدا نه نه بر تو سر همسایت رخ بشی تو یک کافی گله برو در سر همسایه وقتی کمک زغال بستید بیار که پو مردم خونگی زغال؟ آه بخی نه ما برست سر همسایه رخ بشی رخ بشی رو تاکم یقم سایه کردن زغال در کمک زغال بموز زغال؟ چی بگم؟ زغال بگو کنده بیده هرچی که بود بستو دیگه بیا که پو مردم خونگی کنده بابا دوت میشین دیگه درو قاتش کنن زغال میگم بده خب برو هر مرگ میدهم بستو شاخ بگذاریم بابا جلجل نزنی بابا خوشین دیگه من میرم کم زغال مستونو میارم کرسی میندازیم بکن خیلی بینم همسایه هم بیشارا بدن زیتره که بیایی دیگه ها؟ زیتره که بیایی دیگه خوبه لا 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 به گیلک اشتنی جانجره رمضان جان خیلی بخیری راستی جانجره سلامتی سلامت بشی جانجره نام خدا روز به روز تیپ تو بیخی فرق میکنه آه دیگه میخریم شلوار جدید تبریک باشه گیلک خوبه کوشو هم کار کدوم یک مدله چه کاره خیریت با چیز ما گفتیم که ما خنک میخوریم گفتیم نه یک کاری بکنه کمک زغال با ما رمضان بده به قرض با پیار ما گفتن که به خیر خوشی زغال خود بخریدیم بابا تمیز به خیر خوشی به خود زغال میخریم بده اوتو انا با زغال قرض شما میده تمیز به اوتو زغال بخریم دیگه حالا گرونه خب به تمیز که به اوتو زغال بخریم به درد ما چی میخوره گیلک خب نه با شما به اوتو خوب اندازونه ما اوتو نداریم اوتو برقی داره که لباس اوتو میکنه شما اوتو زغالی داره خب با شما نگاه داریم به زمستون خب زمستون دیگه سال انا باز چیز کی مرده کی زنده با چیز میشه باز گرون میشه گیلک جو پیار من میگم ما به زمستون ها زغال نمیخریم که پول هم نداریم گرون هم هسته به تمیز میخریم که ارزون هم هسته پول هم داریم گیلک جو سه که ما تو چی میگم خب اول که ما تا حال زغال نخریدیم اول که ما زغال نمیخریم بیشتر سالا ما منقل برقی داره منقل برقی بخیری برقی دیوم حال وقت زغال یک ذره خنک نشده که زغال با استفاده کنیم بفهمید هنو 40 کلون فرض مثال دور و سرستی شده خب پس کمی منقل برقی بدین نمیشه دیگه منقل برقی خود ما یک داریم به خونه استفاده میکنیم زغال هم نداریم چیکار کنم ما به تو حاله ما گردن بعد ما شخونه کینی مثل مرغ بری کلوس کشیده ایم یار من که نوجور هم هستن کنه هستن تقریبا 22 روز مشاپن نیستن عفونت مغزی شدم یا تو حال خوب نشد نه من برفتم بازار اینو داری پکار کده بودم پکوره خریدم 5 پکوره مگی لگان این پینجر بگیر پینجر پلوکه از مه از تو نه از کی؟ همین دکون سر کوچه زغال داره بفهمیدی؟ من 200 ریپه میده 1 کیلو حداقل میشه 2 عدد 3 عدد به شما میشه با خدا مهربانه خوبه بفهمیدی؟ همین پینجر برو زغال بخر برو به خونه بگذار به زیر کرسی خوبه دیگه همین کار دست نمیاد دیگه چی خدمت خیر بینی تشکر باشه دیگه اگه گپ سخن کار خدمت گیلک فقط به سر رمضان صدا کن خوبه تشکر باشه بخیر بشی چای نمیخوری؟ نه خداوند پیار تو شفای بده سلام هم زنده باشین سلامت باشین زنده باشین قربان شما زنده باشین بله گیلک شما گفتین بابا سر رمضان صدا کن
یعنی من گفتی ببین زغالا که خلاص شد یک دم گپ سخن بند موندی با ما همسایتونم به خدمتتونم به چیز چاره. آها او ته باش که با تو هم یک دهی بودم. نه بابا آها دیگه حالا که گفتی به سر رمضان صدا کو با تو هم یک دهی. این دهی به خود خرج کو پینجه رم زغال بود. این پینجه از زغال فروش. اونا زغال یا لازمه یا از تو. خیر بینی. برو بخیر برو دیگه. بازم تشکر باشه. زنده باشی گیلا. خیر بینی. رمضان جان به بند موندم. یار گیلا نه با کوچه گنبسته به بند موندم. گفتی اگه به بند موندی کوچه کو کله بی کوچه گیلا به 20 جارا داره. این گنبسته به بند موندی. حال انگار که به بند موندم. 60 روپیه دیش تو میمونه هم فدای گل روی تو کردم گیلا. دیگه نداری پولن؟ دیگه نیه دیگه گیلا جو مردم. خیره باشه خدا کنه که دیگه نداشته بشی. چه کنه دیگه دیش رو طلب میکنم. سلام حسین کجی جان جور اختیار هستی. شکر فضل خدا. سلامت باشی جان جوره. کجی جان پیار ما به شما سلام میگفتن. گفتم بعد از سلام انا به کجیر برو بگو که یک مشت زغال به ما بدن که امشو کرسی مال باشه. انا با به خیر خوشی ما به تمیز که به خیر خوشی بخرید. خود زغالاشو ما حتما میفرستیم. ری میکنیم. ایلگو بله خیلی شرمنده برارم. چرا نداریم برا جو. ام کماکی پیار ما بخریده کم تازه میکنم میقدرن تا کرسیمو اوخ زنیه که ما بودم به شما که ببینی به سرا خود هم انقل خود. خب باور میکنی پام مثل پام خر بری خوش شده. خب ببخشید لگو چیکار کنی نیه کمی ما میتونی کماکی خریدیم. خب کماکی بیالا کم تا منقل مارم بشه. لگو به زبان به تو میگم کمیه اونا خود بار بیشتر نمیشه. خود تو عرض پیار ما مگاری دگم بخرم. چه تو برارمه گوش که ما به تو چی میگم. امر کو بفرما. تو به مادر خوب بگفتی که کمی یا خیلیه. برو گلک خیلی ما هم شاید به گلک. گلک جو ما پیار ما اونا رو بخریم خبر ندارم که اونا کمیه یا خیلیه. برو گلک جو. پار گفتری به هر ترا. های گلک جو های ما برو بخرم بیارم بدم به تو که ما و تو رفیقی. خوبه دیگه. خود شما دل شما با ما نمیسیده که تا خونه ما یک کرسی داریم اصلا شنگ بز نیه که بمزیرم این کرسی آتش کنه. این جو برو بخر. و اگه پول داشتی بیا بندید پیش تو کنه زده چره. اموالی تو نوم کوخ داری به وجود خوبه من میگی کنه زده برو کاکا نمیدم. برو به زور هم نگه نمیدم برو. نمام. بابا تو گدا گدول نمیدم. اما رمضان تو پیار تو بیته به گده یا مختلف. اما رمضان مال یک سال از تو خودتره به من 60 روپیه داده. تو خیرات داده گدا گدول. خیرات داده. تو هم خیرات بیار بده. تو خیرات خور من خیرات با گداهای مثل تو نمیدم برو استاد داشت درترم. فیس تو بیایی با خودی تو گفت میدم. برو. گده تو پیار تو مخته شدی. تو بیا دیگه به تا کوچه بیا سکو اگه سگ بیدک با کلی تو کشکش نکردم اسم من گلک بگرد و بگو گلک نک. شو پای تو نگاه کو آقا موشیان میگیستی. تو مثل که تویی بی برو کوی صدا برو. این دیونه. برو دیگه. خب منم دیگه اختیار خود ندارم. چی اختیار؟ تا کوچی سرا شما لیوستاره. برو. سلام علیکم خاله جان. و علیکم کی میگو خوش آمد میکنی؟ من خاله جان گیلک سادگه کم همسایه شما در مسجد که هسته گیلک ساده. خب چی می؟ ما گفتم خیر بینین خدا شما خیر بدنه کمک زغال اگه داره بده که پا پیار مگه داره به بعد باشه اخونکی همین تا خوش شده که امکان داره اید همی ساعت پا پیار بر مادر موزید کرسی آتش کنه. آن بچه شما هم بیامد عباس. چی میگی لا؟ عباس جان اشتال اینجا جره. شکر. کیا هستی؟ کی نه؟ نه. برای که باسا میدم دکون کوچه که هستم کوچه یک دکونی از زغال میپریشم امیجا گره که بخو که بستونه. خب برای چه بسته چی میگی لا؟
چه میخندی؟ با مادر گاهی وقت میگی آدم با مادر خب میگه بریم مثلا وای وای خود چی میکنی؟ یک اختلاط میکنی خود مادر شما به تا سلام دیگه ای سلام برم مثلا مردم یعنی برم به خونه آها خویت بگو گاهی گپ برم بخور ابا چون گیلک با ایرانیش میدی چی رقمه میایم افتابمه اشتنه یه دیگه نواده انتیکی بیرکن ها بگو من گفتم چیزه من برای چی آمد عباس جان مادر من گفتم که برو با مادر عباس سلام بگو که خاله جان انا چیزه خب بگو خاله جان انا کمک زغال با ما بدین که پاهم با زیر کرسی می تا خوش شده که گردنم من باشه انا دیگه خوش شده خب برای زغال هم دی بلیا یک کاسه باشه یک سودی زمستون خوب مایه شد بیاد که تو به درس را برای زغال جمع کرده بری نه بله خوب شد زمستون هم بیاد که به درس را برای زغال بری او تو مثل لبلبی خیلی صبح شده از خونو خودی ما خونک نخورم تو خونک خودی که برای زغال هم دی نه من خونو خوب خوردم من خود نه چاق آقا پول ندارم که یک من زغال بستونی بخو همه امرو گریر بیری کدوم من باز کردن من بند باشه دری پکار کدوم پنجی پکار رستونم پنجی هم نون سرم نشدم ادا روده می یک روده سر شد نو روده دیگه خیلیه گیله برو براره ما برو کجا برم هیچ چی نیه کجای چینیه زغال نیه بسر ما شما پس چی رو به زیر کرسی میگذارین بخری بخیری بخیری خب کمی بخیری. بخیری بدیم ما زغال داریم من تو نگاه داشتیم یک برم شب برغا میره زغال در بدیم خب کمی بخیری بدیم بیشتر کمی بخری بدون شما نمیگین بخیری داریم بخری هم کم داده میشه کمی بخری بدیم پس چیکار میشه برو گیلک برو در سادگی برو بعد تو زغال بده شما خیر دارین چی خیر شکر از من به می کوچه به مو سرا به مو کوچه از من خلکنده تر دره به دستر دیگه کینه چرا نمیدیم یک مشت زغال یک مشت زغال نه مرد میگم نه نیه گیلک ما تو چی میگم بعد روغن بیامدیم هم در سال روغن بدادم خاله بریم بیامدی بدادم برو دیگه نیه میگم نیه زور کنیه دیگه که وقت که نباشه نیه دیگه گیلک چیه؟ نیه نه گردن برمش یک دیگه نیه برو 60 لیپه تکیسی شارول منه بله یک پولم اونا زغال بخر اه همون پولم چه کار است اونا به خود خرج میکنم میرم پیار خود میگم نه ندادم این 60 لیپه دادو؟ رمضان نیه گردنم من باشه گو دایی از تو پینجه هم برو به زغال فروش بده اونا رو هم نمیدم آنها برو به زغال بدم چی فایده داره یک ماه خرج من 60 لیپه خیلی جانجوری خبر نداری دیگه چی خبر ندارم آنه چه کار شده خبر نداری چی تو مگرم به گریه شی چرا خدا بد نده گیله آخه پیار من به تر کنی آمدم موتر که خشتار بار کرده خب بزده به کلم پیار من اینجا پیار من بشکسته روده کاج اینا همین روده چیز همین روده سر بشکسته پای اینا بشکسته تا ها بابا همین قسمت نمینا اما به تایت سفیدای تا چیزه انا چیزه گیلک راست میگی پیار من پای بشکسته یارت موتر خشتا زده بجسته خیلی نرم شده گردن من بند باشه خیلال پیارت به کجایه به خونه میگه گیلکه چرا یار ما گیلکه گو یک قوم ما به درد ما نمیخوره گناه آمده به دیدن ما گفتم بابا هر کس ببینه میآیه گیلک معمول از اون تو شنیدم ما کی خبر داشتی خاطر ما نیلیلا گفتن که اگه دار ما خیلی خنک میخورن گردن ما بند باشه کمکی زغال با ما بده یعنی تا وقتی هم بو شده که شما یک چیزی به خونه خود داشته باشیم دم سارا تک تک نکنین که همین چیز ما داریم نماییم که ما بفهمم کی به در خونه شما ما نمیتون چیز میزی بدیم خنک میخورین زغال مای ازم مای نمک مای نخود مای پیاز مای واکو دستا خو کچلو مای برنج مای دشلمه مای شکر مای یعنی دیگه چی بمونده به دنیا که شما نماسته باشین همونا رو که حساب کردم من اینا رو هم حساب کنم کشان خود بپا خو کشان خود بپا خو آنه 10 تا اینا بیش اونا بگیم خب چای سیاه چای سیاه مای چای شکر قاشق ربه قاشق رب مای خب دیگه چی بگو پیرن و عروسی پیرن به عروسی مای کوش انه اینا رو کامو روز ما به تو بسونم با یک لنگین ما چون خودی کی واس کردی بگیریم
این دیگه چی بگم همین بگیری، شما بگیری. تیم خنک میخورم من بگیری. پتلونی هم بده اصلا شما نکنه خوب برای نون خشکه خوب دشوب دشمله دیگه پول نک دیگه قبرکانی که قبر شما بکنه خوب دیگه مردوشی که شما رو بشوره. خب همین بگو که یعنی شما با خونه خود دارین یا نه دیگه همین کار وظیفی شما همین شده که ما با خونه خود یک چیزی نداریم کم داریم. چی چی مثلا لولب که تو میگی اگر گپ حقیقت بگم لولبه لولب تو نمیفهمی که ما آدم یک خنکنده دره داریم خور قیافه میکنیم مشونام لیست که کرتی از اینکه کرتی بیدید کنیم میگی گیلت بگیری از تو لولب میگی دیگه ما لولب کم داریم. بگو اول روز چند تو کار بیکنی گردنم بند باشه امرو پایینی داری پکار کردم گم پکاره خریدم دپا موف میزنی نیلیلا بله ها تو که بمردی بکن نونی بده یکدم قاشقک چای بده قاشقک رو بده شما دیگه چیزی فایده نیه تو آدم بده که زغال بده مردم زغال از کجا خود من خونه کی چند تا بالا هم برف کرد تو زغال